اگر تو هم یه پسر کوچولو داری که میخوای از هزینه‌هات کم کنی و واسش لباس بدوزی و در کنارش خوشحالش هم کنی، این ویدیو رو از دست نده. حتما ما رو سابسکرایب کن که بتونی آموزش‌های دیگه‌مون رو هم ببینی. پارچه رو یک بار از عرض تا زدیم، دلای باز پارچه رو میبینین و اون سمت دلای بسته است. از سمت دلای باز 5 سانتی متر جدا میکنم، علامت میزنم و علامت ها رو به هم وصلشون میکنم. دقیقاً از روی خطی که رسم کردیم به سمت زیر تا میزنیم و سنجاق میزنیم. من از خودکار حرارتی استفاده میکنم که بعد از اینکه اتو کنم رد خودکاری کاملا پاک میشه و به هیچ عنوان از خودکار معمولی روی پارچه استفاده نمیکنیم. بعد از اینکه سنجاق زدیم این قسمت رو، حالا یکی از تیشرت هایی که دقیقاً سایز کودکمون هستش رو به این شکلی که توی تصویر میبینین تا میزنیم. دقت کنین کاملا روی همدیگه مرتبش میکنم و به این شکل روی پارچه قرار میدم. دقت کنین کاملا مرتب میشه. از زیر بغل یه خط عمود به سمت بالا میارم و آستین رو تا میزنم. حالا دقیقاً شبیه خود یقه رو رسم میکنم به این شکل. سرشونه رو هم دقیقاً شبیه خودش رسم میکنم. ولی پهلوی لباس رو 3 سانتی متر اضافه میکنم. دقت کنین 3 سانتی متر آزادتر میگیریم چون تیشرت ها نسبت به پیراهن های اوورسایز جذبتر هستن. پس این 3 سانتی متر آزادی رو توی قسمت پهلو در نظر میگیریم. علامت ها رو با خط کش به هم دیگه وصلشون میکنیم و قسمت پایین لباس رو هم 3 سانتی متر بلندتر میگیریم. این 3 سانتی متر بلندتر لبه پایین جای دوخت ما هستش. حالا اگر تیشرت کوتاهه و میخواین پیراهنش بلندتر باشه میتونین بیشتر بهش اضافه کنین. و دقیقاً از روی خط‌هایی که رسم کردیم برش میزنیم. ببینیم به این شکل برش رو انجام میدم. و حالا این الگوی جلوی لباسمون هست. به همین شکل که میبینین سمت دولای بسته قرار میدم و دقیقاً شبیه خودش رو برش میزنم. بعد از اینکه برش زدم به این شکل قرار میگیره. ببینین یقه پشت خوبه. یقه جلو رو باید یه مقدار بازتر کنیم. این فاصله یقه پشت تا جلو رو روی تیشرت اندازه میزنیم. برای من 4 سانتی متره. این 4 سانتی متر رو روی یقه جلو جدا میکنم و به گوشه یقه وصلش میکنم و دقیقاً از روی خطی که رسم کردیم باید برش بزنیم. ادامه پارچمون رو باید 4 لا کنیم به این شکل. 4 لای بسته رو میبینین. حالا باید الگوی آستین رو رسم کنیم. دقت کنین من از این خطی که تا زده بودم برای قسمت الگوی تنه یه خط با خودکار میکشم. دوباره تکرار میکنم خودکار من حرارتیه و بعد به همین شکل که توی تصویر کاملا مشخصه آستین رو قرار میدیم طوری که خط با لبه بالای پارچه یک اندازه باشه. قد آستین رو اینجا جدا میکنم. هر اندازه که شما دوست داشتین میتونین قد آستین رو بگیرین. یه خط کاملا افقی رسم کنیم و چون به پهلوی لباسمون 3 سانتی متر اضافه کردیم به آستین هم باید 3 سانتی متر اضافه کنیم و دوباره علامت ها رو به هم وصلشون میکنم و دقیقاً از روی خطی که رسم کردیم برش میزنیم. به این شکل الگوی آستین ما هم آماده میشه و حالا باید قسمت سجاف جلوی لباسمون رو لای چسب بچسبونیم. سنجاقا رو باز میکنیم به این شکل. الگوی جلو رو مقابل هم قرار میدم و از لای چسب نواری 5 سانتی استفاده میکنم. 1 سانتی متر از لبه پارچه فاصله میدم و لای چسب رو میچسبونم. بعد از اینکه اتو کردم دقت کنین 1 سانتی متر رو به سمت داخل تا میزنم و دوباره تا میزنم طوری که پهنای اینجا 2 سانت و نیم تا 3 سانتی متر باشه و بعد لبش رو دوخت میزنم. روی این من دوخت رو انجام دادم، اتو کردم
و حالا الگوی پشت رو باز میکنم، قسمت جلو رو روش قرار میدم و فقط سرشونه ها رو چرخ میکنم. برای هر دو سمت این کار رو انجام دادم. سرشونه ها رو چرخ کردم، سردوز زدم، اتو کردم و به این شکل بازش میکنم. الگوی آستینی رو که از قبل آماده کرده بودم وسطش رو مشخص میکنم و به این شکل روی سرشونه قرار میدم. علامت با درز سرشونه روی همدیگه قرار میگیره و به این شکل چرخ میکنم. ببینین من سنجاق میزنم که بهتر متوجه بشین. این قسمت چرخ میشه و حتما سردوز میشه. به طور کامل این قسمتی که سنجاق زدم رو شما باید چرخ کنین. بعد از اینکه چرخ کردیم به این شکل برش میگردونیم، جلو و پشت رو روی همدیگه قرار میدیم، کاملا مرتبش میکنیم و درز پهلو و درز آستین رو چرخ میکنیم. به این شکل این درز چرخ میشه. خب دقت کنین من آستین رو دوختم، درز پهلو و درز آستین رو هم چرخ کردم، برمیگردونم، اتو زدم حتما به طور کامل، لبه آستین و پایین لباسمون رو هم میتونیم چرخ کنیم. خب همونطور که توی تصویر مشخصه من چرخکاریش رو انجام دادم، پایین لباس و لبه آستین چرخ شده و حالا باید دور تا دور یقه لباس رو به طور کامل اندازه بزنیم. از ابتدا تا انتهای یقه رو اندازه میگیریم و یک مستطیل میخوایم تهیه کنیم از لای چسب پهنای 10 سانتی متر و طولش به اندازه دور تا دور یقه که اندازه زده بودیم و روی پارچه میچسبونم و به طور کامل اتو میکنم. بعد از اینکه اتو کردیم با 1 سانت فاصله دور تا دور لایه چسب رو برش زدم و حالا 1 سانت یک طرفش رو تا میزنم و فقط اتو میکنم. دقت کنین فقط اتو کردیم به این شکل و حالا باید تا بزنم، این دو سمتش رو چرخ کنم 1 سانت بلندتر 1 سمت و سمت دیگه 1 سانت تا شده. ببینید من این سمت و این سمتش رو چرخ کردم، برش میگردونم و حتما اتو میزنم. بعد از اینکه اتو میزنیم به طور کامل مشاهده میکنید که یک سمت 1 سانتی متر بلندتره و حالا 1 سانتی متری که بلندتر هستش رو روی یقه قرار میدم و دور تا دور یقه رو میدوزم. من سنجاق میزنم که هم بهتر متوجه بشین و هم دوختش ساده تر باشه. دور تا دور یقه رو سنجاق میزنیم، دوخت میزنیم. بعد از اینکه دوختیم به طور کامل حالا باید سمت مقابل رو که تا زده بودیم رو برگردونیم روش. دقت کنین من دوختم رو انجام دادم دور تا دور یقه، برمیگردونم رو و اضافات درز رو به سمت داخل هدایت میکنم و این قسمت رو چرخ میکنیم که من دوباره سنجاق میزنم براتون واضحتر متوجه بشین و بعد دقیقاً لبه یقه رو چرخ میکنیم. خب دقت کنین بعد از اینکه دوختیم به این شکل یقه ما کاملا تمیز و مرتب میشه و به این شکل اتو میکنیم. حالا قسمت سمت چپ لباسمون رو هم جا دکمه میزنیم و سمت راست دکمه دوخته میشه و حالا لباس ما آماده است. متراژ پارچه و جنس پارچه رو انتهای ویدیو براتون گذاشتیم. اگر این لباس رو دوختین و راضی بودین حتما توی کامنت ها بهمون بگین، ما رو به دوستاتون معرفی کنین و بدونین که خیلی دوستتون داریم.